داملا من معیوب گروه دو می باشم، یک طرفم کار نمی کند. الله شفا دهد. زنم به من دست می بردارد. فرزندها طرفی مادرشان را می گیرند. داملا عاقبت این زن و فرزندها چی می شد؟ منظور در آخرت. زن شما رو می زند، نعوذ بالله. نخواد آدم معیوب را زند آدم. خودش بر جا مانده هست. ظلم است این. اگر همین خیلی که سوال دهنده سوال را نقل کرد، اگر واقعیت همین خیلی باشد یا آدم معیوب همسرش زند و فرزند طرفی مادرش گیرد، این ظلم است و این خیانت است و الله تعالی دعای مظلوم را قبول میکند. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه اتقی دعوت المظلوم، از دعای شخصی مظلوم بترس. و صحابه کرام حضرت معاذ بن جبل اعلم الناس بالحلال والحرام، عالم ترین صحابه ها به حلال و حرام نصیحت کرده بودند که اتقی دعوت المظلوم، از دعای شخص مظلوم بترس. فانه لیس بینه و بین الله حجاب، چون بین دعای مظلوم و بین الله پرده نیست، دعاش همین خیلی قبول میشه. بنابراین از دعای مظلوم بترسید زنها و فرزندها. برای چی جانبی مادر میگیره که این پدر نادرکار شد، این پدر اگر درست میشد خدمتی شما نمیکرد، این به هر حال پدری شما هست. اگرچه اون پدر پدری بیدین باشد، حالا که پدری شما مسلمان است، نخواد همین خیلی نسبتی پدری عاقی والدین است، عاقی پدر است. عاقی پدر یکی از 7 گناه های کبیره هست، یعنی کبیره ترینی کبیره ها. یا رسول الله اخبرنا عن اکبری الکبائر، یا رسول الله ما آگاه کنین از کلانترین گناه ها. پیامبر صلی الله علیه و سلم در مرتبه سیوم عاقی والدین گفتن، عاقی پدر و مادر، یا اینکه عاقی یکی اونها. شما به مادر نیکی کرده ایستاده و به پدر بدی، نعوذ بالله. وقتی که انصر اخاک ظالما او مظلوما، برادرت را در حالتی ظالم بودنش و در حالت مظلوم بودنش یاری کن. برادرت را، برادر حالا که مادر است، از برادر دیده مرتبهش بلند است. مادرتان ظلم کرده ایستاده سو، شما مادرتون ظالم است، مادرتون پدرتون مظلوم است، شما اینا یاری نکرده ایستاده فرزندان. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه انصر اخاک ظالما او مظلوما، برادرت را هم در حالت ظالم بودنش یاری ده، هم در حالت مظلوم بودنش یاری ده. صحابه گفتن که یا رسول الله مظلوم یاری میدهیم، یعنی طرفگیری میکنیم، نمیمونیم که ظالم ظلم کند، جانبی مظلوم میگیریم، لیکن ظالم چه خیلی دستگیری کنیم، یاری دهیم. ظالم اگر مسلمان باشد، ظالم هم دستگیری کن. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد گفتن که ظالم دستگیری و یاردم دادنش از ظلم منع کردن، نصیحت کردن، پیشی راهش گرفتن. شما اگر یک آدمی ظالم باشید و گرد و اطرافتان ای شما خوب میکنید، شما بسیار خیرتمند هستید، شما بسیار بزرگ هستید، گفت اینا دشمنای شما هست، اونایی که شما از ظلم نگاه نمیدارد، اینا با ظلم شما شریک هست در گناه. کسی از ظالم تعریف میکند یا ظالم ستایش میکند، اینها در ظلم این شریک است. و این چونین اگر نزدیک باشد و به ظالم، ظالم از ظلمش نصیحت نکند، و خیانتکار به همون ظالم است، خیانتکار در همون وظیفه هست، خیانتکار به همون دوستی نزدیکش است، چون که یاردم نداد از ظالمه. پیامبر صلی الله علیه و سلم برادرت در حالت ظالمیشم یاری کن، در حالت مظلومیشم. یا رسول الله مظلوم کو یاری میکنیم، میگه ظالم چه خیلی یاری کنیم، از ظلم نگاه دار تا اینکه گناه نگیرد، تا اینکه به بلا گرفتار نشود، تا اینکه دعای مظلوم بر علیه او قبول نشود. این از دستگیری ظالم. بنابراین حاضر مادری شما ظالم است، پدری شما مظلوم است، شما باید هر دوش دستگیری کنید. مادرتون از این راه نگاه دارید، پدرتون حمایه کنید. نعوذ بالله. الله سبحانه و تعالی هدایت کند مردم مسلمان ها را.